سلام، بریم برای پارت بعدی. ساعت 1:52 بامداد. متیو همه کارهای خونه رو انجام داده قبل که بخواد از خونه بره بیرون، یعنی قبل اینکه میخواست به پدرش سر بزنه. همه کارهای خونه رو انجام داده، ظرفا رو شسته، تمیزکاری کرده، حتی تختش رو مرتب کرده. بعد میشینه پشت لپتاپ و با یه چالش جدید روبرو میشه. باید توی 8 کلمه زندگیش رو توضیح بده و خب نمیخواد مردم جوری به یادش بیارن که انگار زندگیش رو هدر داده. دوست داره مردم جوری به یادش بیارن که انگار اون با عشق زندگی کرده. میدونه دیگه راه برگشتی نداره و میخواد تو این لحظات باقی مونده کارهایی که انجام نداده تا حالا رو انجام بده. پس تصمیم میگیره اول واسه دوستش لیدیا پیام بفرسته و بگه که چه اتفاقی افتاده و واسه دوستاش هم کارت پستال بنویسه و کامل واسهشون توضیح بده که چه اتفاقی افتاده. متیو دوباره وارد اپ آخرین دوست میشه که توی پارتای قبل واسهتون گفتم راجبش. بعد این شکلیه که خب من الان میتونم وارد این اپ بشم، یه نفر رو پیدا کنم تا توی این لحظات آخر با من باشه. اون حس غم انگیز بودن حالا روز آخرش رو یعنی در اصل کمتر کنه و اینا. حتی دوست داره که لیدیا پیشش باشه، ولی خب این شکلیه که در آخر اینجوریه که خب کسی پیش من باشه بهتره واسم، یا اون غریبه پیشم باشه که اصلا واسش مهم نباشه این قضیه، کدومش واسم بهتره. متیو حسابش رو چک میکنه تا ببینه میتونه روز آخرش رو حتی به تنهایی خیلی خاص بگذرونه، کاری که دوست داره انجام بده یا نه چک میکنه، ولی میبینه که پول زیادی تو حسابش نیست. پس تصمیم میگیره وارد اپ بشه و وارد اپ میشه، پروفایلش رو تکمیل میکنه. پروفایلش رو که تکمیل کرد حالا میشینه به این فکر میکنه که من روز آخرم چیکار کنم بهتره. میگه خب برم پدرم ببینم، برم دوستامو ببینم، یه کاری کنم که معنای خاصی به زندگیم بده. و اینجوریه که تازه انگار میخواد که زندگی کردن یاد بگیره، انگار تازه فهمیده که هیچ کار خاصی واسه زندگیش انجام نداده. و در آخر این پارت واسهتون اضافه کنم که حتی موقعی که داشت عکس پروفایلش رو انتخاب میکرد اینجوری بود که هیچ کدوم از عکسایی که داشت رازیش نمیکرد، چون اینجوری بود که اینا هیچ کدوم شبیه شخصیت واقعی من نیست. من شاید از بیرون شاد به نظر بیام ولی از درون واقعا غمگینم.